من متاسفانه چند روز پیش شنیدم که مثلا یک عائله‌ای که 7 سال باز با هم زندگی میکنن، زندگی خوب دارن، با سبب یک شیشه پپسی همینا طلاق گرفتن. یعنی همسر شوهرش رو، این ناسپاسی است، همسر شوهرش رو التماس میکند که اگر آمدی این اونو بخر، یک روی خطی براش پیشنهاد میکنن. این میداره در یک مغازه‌های بزرگ هر چی میخواهد میخرد. متاسفانه همین پپسی رو از یادش برآورده است. همین پپسی نآورده گفته چنان فیغان میشود، چنان ناسپاسی، حتی تا جایی میبرد که تو نمیخواستی، تو همین پپسی را قصداً نآوردی. میگه فراموش کردم، فردا 10 تا پپسی بیارم. تو نمیخواهی، طلاقم رو بده. کار تا جایی رسید که اینا جدا شدن. از این دیگر ناسپاسی تام می شود و این خیلی هزارها هزار ناسپاسی. گویا در این عائله، در این خانه خدای ارزش‌های عائلوی مقدسات نیست. بعدش چی؟ اگر هر کجای شنیدن که برای یک شیشه پپسی طلاق گرفته است، افسوس و حیف نیست؟ شرمنده دنیا و آخرت نیست؟ این خانه آباد رو به یک ناسپاسی صبر و تحمل نکردن. ببینید آمده است که مثلا ماهی ها به درگاه خدا از تلاطم دریا نالیدند، شکایت بردند، گفتن پروردگار همین تلاطم دریا رو از بام ببردار، نیست کن. تلاطم دریا چی است؟ آب از سنگ به سنگ بر میخورد، صدا دارد، غوغا دارد. اینا شکایت کردن که ما همین غوغا را نمیخواهیم، همین از ما ببردار که آب سکونت داشته باشد، آرام باشد، ما هم آرام زندگی کنیم. پروردگار گفت ناشکری به این تلاطم نکنید، شکر کنید در تلاطم از شما زندگی کرده. یعنی زندگی انسان به تلاطم نمیشود، به غوغا نمیشود، به کمی و کاستی نمیشود. طبق درخواست خودشون که از تلاطم دریا ناسپاسی کردن، خدا تلاطم را برداشت، صیادا هجوم کردن، ماهی‌ها را به یغما بردن. اون کمی بیش که باقی ماند شکایت کردن که پروردگار ما اینا نخواستیم. گفت خواست خودتان بود، ناشکری ای حیات موجودتون کردید. این تلاطم رو آفریدم که تو آرام باشی، آسوده باشی. با اون حیاتی موجوده که ناشکری کردی، اکنون دوامش همین است. نخواد که یک چیزی اندک، یک لوازمات زندگی یا یک چیزی اندک ملال خاطر شود. و در مثلا ملاقات گذشته گفتم یک آدم 55 سال عمر شریک زندگی دارد با همسرش، در 55 سال نه کسی قدرت دل شده تانست، نه چیزی ملال خاطر. خب صبر و تحمل است. پس ناسپاسی و ناشکری به هر حالتی که در زندگی نباشد، کسی ناشکری میکند، این یک از نابسامانی اساسی در عائله امروزه بوده میتواند.